درود دوستان عزیز، برنامه اپیلوگ است و چون هر وقت من در دست خود باز یک کتاب دارم، کتابی که امروز من به شما معرفی میکنم، کتاب نویسنده مشهور آذربایجان جلیل ممدقلی زاده قوطی پشته است. در کتاب مذکور حکایه های گوناگون جای داده شده است و ما تصمیم گرفتیم که پارچه های گوناگون را از این کتاب به شما نقل کنیم. پارچه‌ای که حالا به شما نقل میکنم از حکایه قوطی پشته است که نام کتاب نیز از همین حکایه گرفته شده است. وقتی که خان طعام را استعمال کرد، الکی بعد از استعمال طعام شام 2 ساعت گذشته بود. ناگهانی به یادش رسید که نوروزعلی را به مکتوب فرستاده بود. یعنی به دست نوروزعلی به پشته مکتوب فرستاده بود که برده به پشته سپارد، ولی از او درکی نیست. خیلی شد رفته بود. به همین خاطر نوکر را فریاد کرد و گفت که از نوروزعلی درکی هست یا نه؟ نوکر گفت نه، تا حال نآمده است. خان فکر کرد که نوروزعلی بعد از آنی که به پشته رفته است، اول به بازار رفته یگان چی خریده است تا به خانه اش برد. همین طور 1 ساعت گذشت از میان، ولی باز از نوروزعلی هیچ درکی نبود. خان کمی تشویش کشید و باز نوکر را فریاد کرد. نوکر آمد و به خدمت در روبروی خان ایستاد. خان گفت از نوروزعلی درکی هست و یا نه؟ نوکر گفت نه، تا حال هیچ درکی نیست. گفت بیرو به پشته و ببین که نوروزعلی در آنجا است یا نه. همین طور نوکر به جستجوی نوروزعلی رفت و به نزد بینای پشته رسید، ولی از نوروزعلی باز هیچ درکی نبود. نمیدونست که او کجا رفته است. اومد و به خان خبر داد که در هیچ کجا نوروزعلی را پیدا کرده نتوانست. خان باز تشویش کشید و همین طور به ایوان برآمده سیگار را فعال کرد و هر طرف قدم زدن گرفت. ناگهانی در آنها را کسی کوفت. نوکر رفته در را باز کرد و دید که کارمند پلیس آمده است. کارمند پلیس آمد و به خان سلام داد و گفت که به اداره پلیس تشریف بیارد و دهقان خود را به کفالت بگیرد. اگر او را به کفالت نگیرد به زندان عمومی روانش میکنند. خان در حیرت ماند و یک چند دقیقه بر روی کارمند پلیس نگاه کرد و گفت پسرم، آخر نوروزعلی یک نفر دهقان کمبغل خیلی ساده و مهربان است. وی به کسی ضررش نمیرسد. چه تقصیر شده است که او را به زندان گرفتید؟ کارمند پلیس گفت اگر به اداره پلیس تشریف بیارید حتما واقف می شوید که به سر او چی حادثه آمده است. و همین طور خان به اداره پلیس رفت و دید که در میان زندانیان نوروزعلی نشسته گریه می کند و او را به کفالت گرفت و به خانه آورد. وقتی که نوروزعلی به خانه آمد گریه می کرد و در یک کنج نشست. خان او را به نزد خود خواند و گفت که تمام حادثه را برای او قصه کند. بار هنگام سحر صدای غلاغله مرا از خواب بیدار کرد و وقتی که به بیرون برآمدم واقف شدم که فراشان به خانه دهقان رفته از او برای دسترخوان خان 2 فوند مسکه طلب کردند. ولی زنی دهقان داد و فریاد میکرد، زاره میکرد که تمام شیرها را کودکان خوردند و او مسکه نگرفته است. همین طور آنها چند دشنا میدادند و رفتند و بعدتر تسبیح خان را آوردند. یعنی تسبیح خان معنای آن را داشت که وقتی که فراشان به خانه یگان دهقان می آیند و از او چیزی طلب میکنند و خواهش آنها برآورده نمی شود، آنها تسبیح خان را می آورند و این معنای آن را دارد که باید حتما آن کار اجرا شود و اگر اجرا نشود برای سرکشی از فرمان خان آن دهقان به اختیار فراشان سپارده می شود و نسبت او هر چی خواهند می کنند. حتی
از میان خود شمشیر را برآورده می توانند که سری او را از تن جدا کنند. در این حالت آنها هیچ کاری کرده نمی توانند. این امر خان بود و وقتی که فراشان تسبیح را آوردند، دهقان بیچاره مجبور شد که رفته از کجای هم نباشد برای فراشان مسکه پیدا کند. بار حادثه دیگر شده بود. فراشان به خانه یک دهقان رفتند و از او گوسفند طلب کردند، ولی آن بیچاره دهقان در خانه‌اش گوسفند نداشت و طلب آنها را اجرا نکرد. آنها بعدتر تسبیح خان را آوردند و دهقان بیچاره مجبور شد که یگانه چارپای خود یعنی خر خود را با همسایش عوض کند و به عوض او یک گوسفند و یک بز گیرد و همینطور گوسفند را به فراشان سپارید و بز را در اختیار خود ماند. همین گونه بیدادیگری در همون دهه ها حکم فرما بود و کسی نمی توانست که به داد دهقانان برسد. اما مردم نسبت خان کمی مهربان بودند. در حق او حرفای بد نمی گفتند، شاید از ترس باشد. تسبیح خان از تسبیح های مقرری هیچ فرقی نمی کرد، تنها رنگ بخملی داشت، ولی این فرمان خان بود و وقتی که به همون نفری که فرمان را اجرا نمی کرد تسبیح را نشان می دادند، باید که حتما اجرا می کرد. همینطور من در خانه یکی از بیوزن‌ها جا گرفته بودم. ما در خانه اساسی جا گرفتیم و باشد در نزد آقای خانه. شنیدم که همسایه مشهدی دخترش را به قصاب داده است، شمیل قصاب، و بعداً باز خبر یافتم که از این خواستگاری از آن که دخترش را به آن می‌دهد باز نیتش را گردانده است و نخواسته است که دخترش را به او دهد. و همینطور چند بار همین حادثه تکرار یافت. آنها بین هم عهد می‌کردند و باز مشهدی از رأی خود می‌گشت. یک روز شمیل قصاب به نزد من آمد و شکایت کرد که بدون هیچ بهانه مشهدی دخترش را نمی‌خواهد که به او بدهد و شمیل نیز مایل است که دختر او را بگیرد و از من خواهش کرد که یک بار رفته از مشهدی خواهش کنم و به او دادی قصاب را برسانم. من نیز خواهش او را اجرا کردم و یک روز به خانه مشهدی رفتم. مشهدی نیز اون روز در خانه بود و همسرش طعام می‌پخت. ما نشستیم و صحبت کردیم و در آغاز صحبت در حال به مقصد پرداختم و گفتم که باید این کارو نمی‌کرد و دخترش را به قصاب بدهد. مشهدی نیز در حال راضیگی داد و گفت که حتما که این خواهش را اجرا میکنم، ولی اون پدرسگ را بگو که میان من و دیگر مشتریانش فرق بگذارد، کمی مرا احترام کند. پیش از عید قربان با او پول فرستادم و گفتم که برایم یک گوسفند فرست، ولی او میدونی نسبت من چیکار کرد؟ من نیز با حیرت به چهره مشهدی نگاه میکردم و گفتم نه نمیدونم. ولی برای من یک گوسفند پوست و استخوان روان کرد. آخر من نیز سگ نیستم، من پدر همسرش میشوم، نخود نسبت من همین گونه رفتار کند. اگر این کارو یک بیگانه میکرد من خفه نمیشدم، ولی این را اون نفر میکند که با دختر من نامزد شده نیست. خوب شده است، من حرفی تو رو میگیرم و به این نامزدی به این عقد اظهار راضیگی میدهم، گفت مشهدی. و همین هنگام همسرش طعام آورد و ما به خوردن طعام پرداختیم، ولی دیدم که مشهدی زیر لب چیزی میگوید و ناگهانی به خشم آمد و به نزد تیریزه رفت و فریاد زد. همسرش را به سویش خواند و گفت خودی حاضر پسرم را روان میکنی و به خانه قصاب میگویی که هیچ وقت دخترم را به او نمیدهم. لعنتی باز برای من گوشتی بد داده است. من کوشش میکردم که او را آرام کنم و گفتم که طعام بد نیست، گوشت نیز بد نیست، ولی دیدم که او آرام نمیشود و با قطعیت میگوید که حتما برساند که هیچ وقت تا وقتی که زنده است دخترم را به او نمیدهم. از این گونه
مناسبتی او من کمی رنجیدم و دستانم رو پاک کردم و در یک گوشه نشستم، ولی او تا حال در خشم بود. یکی از دوستان محمد حسین برایش بره اضافه کرد و محمد حسین نیز تصمیم گرفت که این بره را بکشد و گوش بریان کرده استعمال کند. ولی وقتی که این تصمیم را گرفت و کارد را به نزد بره برد، دید که بره لاغر است و کرایه کشتن هم نیست. زنش به او مصلحت داد که بره را یک چند روز نگاه دارند، در باغ بگردد، چیز بخورد و کمی جان بگیرد. و همین طور هم کردند. روز محمد حسین به خانه آمد و سر و سیمه لباسش را پوشید و بره را گرفته از خانه بیرون شدن شد و همسرش گفت کجا میبری؟ این بره را حتی یک منید نمیخرند. ولی محمد حسین گفت این را میبرم به خانه عزیز خان و به او تحفه میکنم، شاید برایم چیزی بدهد. و همین طور رفت که در خانه عزیز خان جشنی است، مهمانان زیادی می آیند و می روند. دروازه آن باز است و در روی حولی دهقانان هستند. در داخل باغ باشد چند گوسفند گشت و گذار می کند. همین طور محمد حسین به تالار قبول رفت و از یکی همون نفرانی که در آنجا بود خواهش کرد که به عزیز خان برساند که محمد حسین برایش تحفه آورده است، او را قبول کند. بعد چند دقیقه عزیز خان با حالت مستی آمد، مست بود و برچه را در دست محمد حسین دیده مهربانی کرد و گفت چقدر برچه زیبا است، چقدر نازنین است. در حالت مستی حتی چشمان برچه را ببوسید و محمد حسین گفت خان، من نیز به همین خاطر این بره را آوردم. شنیدم که در خانه مهمانان زیادی هستند، شاید برای طعام تو لازم شود. به همین خاطر این را آوردم که تو بخری. چون در حالت سرخوشی بود از جیب خود مقدار پول برآورد و به حسین داد و حسین پولها را گرفت و بره را گرفت و گفت این را در باغ میگذارم و میروم. و همین طور وقتی که به باغ رفت و دید در روی حولی همه به کار خود بند هستند، بره را در آنجا نگذاشت، برعکس هم مبلغ را گرفت و هم بره را گرفت و به خانه اش رفت و کسی از این حالت، از این وضعیت خبر نیافت. همین طور او نامه نویس شد و برای مردم نامه می نوشت. هر روز به خانه اش 4-5 نفر و روزهای می شد که تا 10 نفر برای نامه نویسی می آمدند. و برای هر یک نامه 2-3 کپک و حتی حالتهای می شد که 5 کپک می گرفت. و بعضا نفرانی بودند که مبلغ نداشتند، به نهایت کم بغل بودند و به عوض نامه های خود او 1 کپک می گرفت و اون نفر حتما که باید کاغذ را همراه خود می آورد. در ترکیه نیز، در مسجدهای ترکیه نیز همین گونه نفران نامه نویس خیلی زیاد بودند. شخصان بی‌سواد، اون نفرانی که از عهده نوشتن نمی برآمدند به نزد او می آمدند، به نزد نامه نویسان می آمدند و به او مبلغ می دادند. حتی در مسجدهای بود که 30-40 نفر در گرد یک نامه نویس انتظار می شدند که فرصتشان رسد تا او برایشان نامه می نویسد. و او نیز از این کسب خود شکرگزار بود. زندگیش به همین وسیله پیش می رفت و حتی بعضا وقت می دید که یک نفر جنده‌پوش به نزدش می آمد و می گفت که برایش باید نامه بنویسد و او می گفت در جیبش آیا مبلغ دارد و یا نه. و اون نفر محتاج می گفت بله 2 تنگه دارد و او نامه نویس قسم می خورد که با این قدر مبلغ نمی نویسد، مبلغ ناچیز است و اون شخص نادار مجبور می شد که 1 تنگه دیگر از کجای قرض گرفته بیارد تا او نامه اش را بنویسد و همین طور زندگیش پیش می رفت. ولی یک روز به 2 نفر نامه نوشت و کاش که این نامه ها را نمی نوشت. این نامه ها به سرش بلای زیادی آوردند که چنین بودند. و دوستان عزیز، ما نمی گوییم که این نامه ها به سر
او چی بلاها آوردند، چی حادثه شد و خواندن کتاب قوطی پوچته جلیل ممد قولزاده را که نویسنده آذری است به شما توصیه میدیم. کتاب مذکور تازه نشر است، می توانید از کتابخانه ملی تاجیکستان پیدا کرده مطالعه سازید. این بود برنامه اپیلاگ در همکاری با کتابخانه ملی تاجیکستان. تا دیدار دیگر، خیر.